امروز شرایط شنیدن سخن حق است. کسی نمیشنود، کسی وقت جدا نمیکند، کسی به دیگرها نمیرساند، او مسئول است. یا ایها الذین آمنوا قوا انفسکم و اهلیکم نارا، ای آنهایی که ایمان آوردید خود و اهل و عائله خود را از آتش دوزخ نگاه دارید. هر یکی شما مسئول هستید که خودتان و اهل و عائلتان را از آتش دوزخ نگاه دارید. چگونه نگاه می‌دارید؟ با شنیدن سخن الله و با شنیدن سخن رسول الله صلی الله علیه و سلم. ببینید در حدیث بخاری پیامبر صلی الله علیه و سلم میگه که من مات و هو یدعو من دون الله ندا دخل النار. کدام آدمی که از دنیا وفات کند و حالا که غیر الله تعالی را پرستش میکرد، از غیر الله تعالی یاری میپرسید، باید دوزخی هست. اهل دوزخ میگن که اگر ما در دنیا گوش میکردیم به اهل علم و آن چیزی که میشنیدیم آن را میفهمیدیم، ما كنا فی اصحاب السعیر، امروز ما دوزخی نمیشدیم. این جهل، نادانی سبب هلاکت است برادران عزیز. بنابراین برای هر یکی ما و شما علم آموختن، خاصتا علوم عقیدت و این چنین علم حلال و حرام واجب است. طلب علم برای هر یک فرد مسلمان واجب است، حتمی است. کسی اگر طلب علم نمیکنه گناهکار میشه. خاصتا این فرصتی که امروز الله عزوجل برای ما داده است، اگر ما اینا غنیمت ندانیم، روز قیامت وای بر حال ما.